دوستان من شما اولین و بزرگترین پمپاژ خورشیدی ایران در توان 5 اینچ و عمق 90 متری رو ملاحظه می‌فرمایید. این پمپاژ حدوداً در ساعت داره 60 متر مکعب آب جابجا می‌کنه. 30 سال عمر مفید این پنل ها هستش و به صورت منظم میتونه روزانه 8 تا 10 ساعت کار پمپاژ رو انجام بده. این پمپاژ برای اولین بار در ایران با این توان انجام شده. نیروگاه حدوداً 60 کیلوواتی هستش، از عمق حدوداً 70 الی 80 متری داره آب میکشه، قطر لوله 5 اینچ است. تمامی سیستم به صورت خودکار داره کاراشو انجام میده. قابلیت اجرا در تمامی مکان‌ها و شرایط ایران رو داره، هر جایی هر مکانی قابل اجرا هستش. درایوری که استفاده شده هیبرید هست، قابلیت اتصال ژنراتور، برق شهر. خاموش می‌کنی